ماسک ها کماکان به چهره باشه. امیدوارم با شما باحالای بازی باحال داشته باشیم. خب، همدیگر رو کمی نگاه کنید. رفقا لطفاً مراقب باشید که به نقشاتون نزدیک نشید. سلام و درود به همه دوستان عزیز. خوشحالم با شما بازی میکنم. شماره 3 بازیتون هستم. خب ته دست بازی رو میزنم 2 بازی، بعد خودم میزنم 4 بازی، روبروم 9 بازی. دوست دارم صحبت‌های شماره 1 بازی هم بشنوم. بچرخه. متشکرم. سلام دوستان، خوشحالم که باهاتون روی این دک نشستم. امیدوارم یه بازی خوب رو داشته باشیم. سردست بازی شماره 3 بازی تارگت میکنم. من میزنم شماره 6 بازی و شماره 10 و 11. اطابت فعلا هیچ صحبت خاص دیگه ای ندارم. نفر بعد. خب سلام دوستان، عرض ادب و احترام. شماره 5 بازی هستم. انشالله که بازی خوبی در کنار هم داشته باشیم. برادرای عزیز میزنم 2 و 4 بازی که از یه گروه تشریف آوردن. 2 و 4 رو میزنم. 12 11 بازی رو رو خودم میزنم. پس 2 4 11. نفر بعد. خب سلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستان. ایشالله بازی قشنگی داشته باشیم. گروه زده خوش آمد میگیم بهتون که اومدین توی یه بازی، ولی ایشالله که شرافت حفظ شده باشه و حفظ بشه. دمتون گرم باشه. خب من تارگت ها میزنم. شماره 5 عزیز میزنم، 4 رو میزنم، 3 رو میزنم، 2 رو میزنم. یعنی یه دونه هم قبل سردست رو زدم. تو اینا یه چیزایی در میاد. حالا کره‌گیرا میتونم بیام بگم تو هم یه چیزایی در میاد. من توم خیلی چیزا در میاد. بچرخه دوستان. ممنونم. خب سلام دوستان، مخلصم. میگید صدای منو دارید؟ خدا رو شکر. من صدای 3 و 4 رو نداشتم، ولی 5 و 6 رو شنیدم. تارگت میزنم دوستان. 3 بازی، 4 بازی و 6. بچرخ. متشکرم. سلام و درود خدمت دوستان گل. علی بازی هستم، مخلص همتون. میرسیم سر تارگت زنی. 7 بازی 6 بازی خیلی چیزا توش ازش در میاد. شاید اعتماد به نفس شهروندیشو داره که امروز میگیریمش کاور دلی. شادم تارگت نمیدونم. روز ناآگاهیه، کسی چیزی نمیدونه. کلا شماره 4 3 7 بازی بچرخه. نفر بعد. سلام و عرض ادب. خاک پای تک تک رفقای عزیز هستم. فقط یه درخواست دارم: شرافت، جوان مردی، مردونگی. برای سایت خودتون بجنگین. 3 تا سایت توی بازی هست. نامردی اطلاقم نکنید، مردونه بازی کنید. میزنم سردست بازی و 4 بازی، 2 بازی. پس فردا اگر بودم با تو کار دارم. توی 2 تا هستم. 8 بازی. تو هم خیلی ادای تنگار در بردی. ببخشید من زبون خودمون چون زن تو بازی نیست، میخوام راحت باشیم، ما کسی به خورده نگیره. بر رو 3 و 4 بازی قلفم. ممنونم. یکی از به 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 به. سلام خدمت دوستان عزیز. دک مردونه است، میخوایم مردونه بازی کنیم. 2 4 بازی مردونا، خدای لابی نکنیم. پشتم میدین بدین، ولی نه در حد ناموسی. خب تارگت میزنم به 2 بازی، 4 بازی، یه دونم میزنم به 9 بازی. من بازیم کلا اینطوری نیستش که اوشن رو بخوام، ولی امروز میخوام بخوام. اوشن میخوام سیو دکتر، بمبم میخوام. خب بازی کنیم قشنگ، عشق کنیم. آخرش هم آیدی یوتیوب رو میدم توی لایو هستیم دوست. نفر بعد. متشکرم. نفر بعد. سلام و درود دوستان. امیدوارم بازی خیلی خوبه، کنارم تجربه کنیم با فکتای زیبایی که میارین. راست میگه ده بازی. به 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 این میز قشنگ. همینجوری تا ته بره منم تا ته میرینم توش. دمتون گرم.
اینجای بازی صحبتایی که من شنیدم و نمیشه گفت مشکوک، ولی خب حالا تارگت میزنیم ببینیم فردا چی در میاد. بیخالی نمونیم. یه دونه میزنم 9 بازی، یه دونه میزنم 10 بازی، یه دونه میزنم از این ور 2 بازی. به چرخ دوست. متشکرم. آقا سلام و عرض ادب. 12 خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. اول از اینکه بچه‌ها من یه خورده ناخوش احوالم، با سلامتیم دعا کنید، منم واسه سلامتتون حقیقتا دعا میکنم. عرضم به حضورتون این 6 بازی من متوجه نشدم از 2 تا 5 بازی فردا کدومشون رو میخواد تارگت کنی. تارگت مشخص نداشت، مبهم صحبت کردی. 6 رو تارگت دارم، 8 هم همین، 8 هم متوجه نشدم 6 شهروندی یا تارگت داره، 8 هم تارگت میکنم. 9 بازی 2 سردست نبود، 3 سردست بود. شما هم تارگت دارم 11 رو خورده بهش مشکوک. نکست. نفر بعد لطفا. سلام دوستان عزیز گرام. بازی خوبی داشت دوستان. من بیرون نمیداره صدا رو خوب نداشتم. میزنم به شماره 11 بازی، یه دونه به 3 سردست، یه دونه میزنم به 4. حالا فردا انشالله الان کارم اوکی شه، فردا صحبت بیشتر بشه. نفر بعد لطفا. یا الله ابوالفضلی، سلام همگی. آقا خوش آمد به تک تکتون. عشق میکنم دارم باهاتون بازی میکنم. اولم از همه ادب یاد میگیرم. 6 بازی خوش آمد بهت میگم، سر میز ما نشستی داری بازی میکنی. آقا ما هم لابی نیستیم، یه گروه اومدیم فقط. 6 و 7 بازی توش موزه این بر بیای سمت. 6 و 7 بازی گنگ بازی، 8 بازی تبر مافیای بازی، 12 بازی کرگیر اعظم. 9 گفت فردا باد کار دارم، نگفت سردستی. این از 12 بازی. 10 بازی کاوردلی بنده زکریا یازی عشق داداش. به تا فردا صبح. چشم ها رو ببندیم. به شب معارفه میریم. رئیس مافیا آلکاپون، شعبده باز و بمبگذار، همدیگر رو شناسایی کنید. وقتش رسیده که با شمارش من شب رو به روز برسونیم. 3 2 1. خب دوستان عزیز، شماره 4 بازی رو میزنم سفت و سخت. 4 بازی من چشمتو باز کردم میخوام بفروشم. حالتو میتونید بیا یه جورایی برای من ها، نه برای باقی ها، برای من خودتو سفید بکن. شماره 7 عزیزم میزنم سفت و سخت. کلانتر بازی 12 بازی روبرو من وای جیگرت برم. من میترسم یهو دست کنید تفنگ بیفته اون بالا. شماره 12 همه تارگت هم عوض کردم قانونن ها. یا نگاه کنید قشنگ میتونین کره منو بگیرین. اوشنم فقط با 10 با خب خوبه که خودت فکت خودتو میگی. من نیازی ندارم خودم به مافیای بازی ثابت کنم. خودت فکتای خودتو گفتی. صبح شد، یعنی منو گردن گرفتی، 2 نفری تارگتاتم که کلا عوض کردی. شما با یارا چش باز کردی گفتی چیکار کنیم یه شهر گوش کنیم. همین 4 بازی جا نمیره. 4 بازی رو میتونی شب بزن. تمام شده رفت. ارزم به حضورتون همچنان تارگتام دارم با. متشکرم. خب آقا دوباره مخلص دوستان عزیز میدم به 5. ببخشید 6 بازی شما چشم باز کردی ولی نه با 4. شما با 8 بازی چشم باز کردی عزیز دلم. 8 بازی دیروز میگه 6 بازی تو گنگی، تو فلانی، تو پشمدانی. تارگت میزنم به 7. داریم؟ نداریم داداش. 6 و 8 جفت بغل دستیام مشکوک. 1000 مافیا. بچرخ آقا همین دوتا. 6 8. نفر بعد. خب دوستان من سر تارگت های قبلیم هستم. 2 و 4 و 11 بازی. تارگت های روز ناآگاهی ما یادم نمیره. شب شده چشم باز کردم، با 3 تاشون هم چشم باز کردم. 4 تا مافیا بازی داره. الانم میخوام یکیشون رو گردن بگیرم. شماره 4 شما 100% مافیایی بازی هست. 100% شماره 4 شما مافیایی. متشکرم. کسی چالش نمیخواد دوستان برای 3 بازی؟ بدونش بین 6 و 8 مافیا در میاد. فدا سر دب نره. دوست داری منو بیار اجماع من رای بیارم. اگه دوست داری اصلا بذار داداش من صحبتمون رو بکنیم، دورت بگردم، بذار صحبت بکنیم بعد بیا حرف بزن.
آره عزیزم، الان اینجا شب اوله، روز اوله، جای هم زدن بازی نیست. شما رفتی گل شیشه بازی. من نمیدونم رو چه حسابی داری چورو میزنه، ولی اگه دوست داری بدی بیرون من میدمش بیرون، چون تارگت منم بود. بچرخ. متشکرم. داداش الان نگاه کن، شیشه بلند شد 4 و زد 5، از اون ورم 8 بازی ندارد بازیه داداش. 5 بازی داشت، از 4 بازی چی گرفته؟ الان من اینجا بازی میخوام 4 بازی رو سفید میکنم. اگه تو میخوای بری سمت 4 بازی، اول بیا سمت 3 بازی. دیستاک نده شماره 6. من میخوام اصلا باهات سایت بگیرم. 8 بازی در مورد سفید کردن 6 بازی هیچی نمی. الان بولم بعد 4 رو بده بیرون داداش. من نفر بعد لطفا. یه بازی به اعصابت مسلط باش، رو شور 4 میزنیم. 4 چی کارته؟ قوم خیشتی که اینقدر ناراحت. 4 خودش زبون داره 3 گز. بفهم شمارش 3 گز زبون داره. 6 بازی بلند شدی یخه 4 بازی گرفته. منم یخه تو رو میگیرم. هم گفتم دیروز بین تو و 4 یه مافیا میزنه. 4 بازی بلند شد دفاع از خودش کرده. تو برای چی بلند میشی از 4 بازی دفاع میکنه؟ 8 بازی چرا تعامل میکنه با 6 بازی میگی 4 بازی رو میدم بیرون؟ من امروز از خدام یکی اینجا اصوتی باشه بدیمش بیرون جای شات مافیا. 10 بازی باهاش اوشن بیدار باشه، تکلیف شهر مشخص. نفر بعد لطفا. از اونجایی که ارادت خاصی نسبت به زگریای رازی دارم، یه خواهش ازش دارم. شماره 10 بازی میشه اوشنت با من بیدار بشه روز اول بدیش قرض من؟ سیو دکترم روم بیشینه، فردا اگه اوشن رو بیرون یقه منو بچسبی، خب با تو بیشینه. لینک دومشو میدی به من که سیو دکترم رو تو بیشینه؟ اوکیه. متشکرم. شیشه بازی امروز با من باشه، لینک دوش برای شما. خب نوع بازی بلند نمی شدی بگی که 8 بازی چرا زبون شیشه بازی شدی، میخواستم گردنت بگیرم. نوع بازی فقط منتظر بودم اینو نگی. خب فعلا بات کاری ندارم. 8 بازی 6 بازی چی گفت که برای شما سفید شد میخواین 4 رو بدی بیرون؟ 8 بازی اینو به من توضیح بده. بفرما خدمت شما. 12 بازی خیلی دوست دارم حرف بزنی. 6 بازی گفت میترسم دست کنی جیبت تفنگ در بیاری بیافتی دنبالم. ببینم به این میخواین چی بگی. متشکرم. نفر بعد. داداش درست بگردم، من هنوز ببین شیشه بازی نه برا من شهر نه مافیا نه زودیاکش. اصلا شیشه بازی رو من تا اینجا ندارم. شیشه بازی اصلا کاراگاه هم باشه، خودش هم مافیا باشه، هر چی باشه بگه یکی رو بده بیرون، من آقا پشت دست شیشه بازی نمیکنم چون گنگه. نفر بعد لطفا. ببین دقیقا همه حرفاتون درسته، ولی الان اینجای بازی چرا کسی به 5 دقت نکرد؟ 5 میدونید چی گفت؟ ببین 6 بازی وقتی 4 رو گردن گرفت 5 پشت کارت شیشه بازی کرد، درسته؟ با هم میگه لایک دادن. 5 بازی تو از کجا میدونی شیشه شهره؟ میدونی این واسه من مشکوک میشه. 5 بازی تو آگاه میشین اینجای بازی که میخوای پشت کارت بازی کنی، ببین بین اینا چی در میاد. الان بین 6 و 4 بازی من میگم یا جفت بیاریم بالا گله، یا هیچ کدومو نیاریم بمونه یه شب دیگه ببینیم چی میشه. نه شیشه بازی تو مشکوکه واسه من. 8 هم مشکوکه کلا نوارقالی. باز ببینم. ممنونم. یاد بازی ای بلند میشدی میگفتی 6 بازی می تو میدونی پس فردا زنده هستی که یا لینک دوم اوشن میخوای. من باهات موافق بودم. ما اینجا خودت هم سیاه هستی. 6 بازی می آگاهیت داره که پس فردا زندن. اوشن کسی دیگه خواسته بلند شدی یخه 4 گرفتی میگه سیو دکتر اوشن، من سیو لینک دو. ممنونم. 4 6 بازی به نظرم دیتا شهروندیشون وارد بازی شده، چون یه سری دارن میگن پشت دست 6 بازی کردن 4 رو میخوام بکنیم بیرون. خب 6 اینجا میشه شهروند. یکی دیگه 4 هم که بلند شده مدافع هم پیدا کردی، پس 6 و 4 جفتشون شهروند. این اعلام میکنم. بعدم بازون که 8 تا یه بار میگی که 6 بازی من با تو بازی میکنم، بعد یه بار میگی نه من پشت از 6 بازی نمیکنم. این تناقض 8 میتونه مشکوک بازی باشه، مافیا بازی باشه، ولی 9 بازی تو گفتی که 8 پشت دست 6 بازی میکنه 4 میخواد بریم 5 ولی ندید، دید سلکتیو داشتی. 6 رو الان داری مافیا میکنی، من 6 رو شهروند دارم.
بین 9 و 8 سایده بچه‌ها، نمیدونم کدومش. نفر بعد لطفا. بازده بازی به این نداریم. بلند شو یکشونو گردن بگیر اگر اینا مافیا داریم. نوع بازی یه فکت خیلی توپل آوردی دمت گرم. اینجا برای من شهر میکنی نوع بازی. من گفتم موشه میخوام، سیو دکترم میخوام، بمبم میخوام. بعد شیشه بازی راست میگی. تو از کجا مطمئنی که هستی لینک 2 اوشنو میخوایم؟ خیلی آگاهی ها. نفر بعد. میشینه شیبلا به نوع بازی بده. این از شما 10 بازی، شما شیشه بازی هر کی اوشن میخواد رفید میشه. منم اوشن میخوام بر پدر و مادر کسی که ساید سیاه باشه اوشن بخوالنه. خوبه؟ معلوم سفید شدم تا آخر بازی میشینم اینجا، کسی سمت من بیا با بولدوزر رو شد میشه. خوبه دیگه، هر کی تارگت میخوره اوشن بخوره. اینجا بازی شیشه بازی رو میزنم، 11 بازی رو میزنم، 10 بازی. نفر بعد لطفا. خب آقا دوستان، عجیبه که هیچکی الان به من نزده. احتمالا من شات شب میشم. شات شب شدم، رد خون من اصلا از شیشه نگیرین آجی، از 8 بازی بگیرین لطفا. همینو میخواستم بگم، چیز خاص دیگه ندارم. 8 بازی میگه من پشت 6 بازی نمیکنم، ولی دقیقا همین کارو کرد. متشکرم. این هفته بازی 8 دقیقه هم تارگتاشو زد هم گردنگیریش. ببین میدونی اینجا جالب چیه؟ جالب اینه که دعوای بین 4 و 6 قشنگ داره دنده میخوره، یکی نمیاد ازش هم بزنه. میدونی پس من جفتشونو میخونم تا اینجا شب. 9 بازی دیشب شما گفتی من بخوابم بلنشم با تو کار دارم، کار چی شد؟ من منتظرتم 9 بازی بیا اینجا بازی. یک بازی کی دهو شهر کرد؟ ده قرار سایدش برای فردا در بیاد. ما داریم میگیم شب بزنمش بیداش سایدش برامون، کسی شهرش نکرد. یک بازی اصلا کسی که با تو کاری نداره بلند شو تارگتات همین. یک بازی هم اینجا قشنگ زده بیرون، ریختی داداش. ممنونم. تو بازی شما اعلام موضع راجع به 4 و 6 گفت، 4 و 6 گفتی جفتی شهروند. خب به کسایی که 4 رو تارگت کردن 6 رو تارگت کردن گیر بده دیگه. ها مثلا 5 رو گیر بده، نمیدونم گیر بده، 7 گیر بده. متشکرم. اینجا بازی داشت من 6 بازی دارم هنوز. بلند شد داشت تا روز ناگاهش فراموش کرد. من این آکسی واسش میذارم میداشت بین اینا یار داشته، بلند شد تارگتاش عوض کرد. درست 6 بازی رو همچنان دارم که بلند از روشن هم میزنه. این تا اینجای بازی 8 بازی بلند میشه چی میگه داداش من پشت از 6 بازی میکنم، بعد که بلند میشم بهش میگم نه داداش من که این حرف دارم، من پشت از 6 اصلا بازی نمیکنم، این واسه من گنگه. داداش اصلا صحبتات تناقض داره. 8 بازی هم دارم اینجا بازی 6 و 8 با هر کدومتون خواستم باهاتون سایت میگیرم. حاضر با من سایت بگیر. 6 بازی باهات سایت میگیرم. 6 بازی. ممنونم. ببین حتی اگه 6 بازی 1% شهر باشه، 8 بازی 101% مافیاست. 101% 8 بازی مافیاست. 6 بازی شما دوستان فکتت آوردم، میدونی تو بازی میمونی هامیشی کردم نه اتفاقا جفتمون شهر نیستیم، بینمون مافیا در میاد، بینمون مافیا در میاد. چرا؟ چون یالای 6 پا میشن دنده میدم به این دعوا. آره کسی زیادی 3-4 نفر کلا دنده داره اینجا، یکی شو شاید کلا مافیا یارش. 5 بازی ندیدین شما چالش گرفت بعد 6؟ آره چاله قطعی مافیاست، بعد امروز بره بیرون. 5 بازی هم قطعی مافیاست. اینا رو باید ببینین اینجا بازی. نفر بعد. آقا گوشترایی که خودتون میدونید رو میخوام پر کنم. فقط آقا این اوشنه با این دهه بشینه حرف اینا همه دستتون تو جیب تا فردا خدا وکیلی سایدا در بیاد. 4 بازی من میگم شهر دارم شما رو، این شیشه شهر بلند شده یه چی به تو بگه کره‌گیرای بازی زدم بیرون. از اون لحاظ بهش نگاه کن. فهمیدن ساید شما دوتا رو دارن دنده میدن. جفتتون رو میخونم شهر. متشکرم. خب شماره 2 اول که شما رو نگفتن فردا، گفتن پس فردا. بعد شماره 3 شما پا میشه 8 و سفت و سخت میکوبی، بعد با 6 میخواید سایت ببندی.
میشه برای ما توضیح بدی چه جوریه؟ شماره من که شهرم، شهر سرش بالان صحبت میکنه، مافیا صحبت نمیکنه. شماره 3 تو برو بیرون، بعد ما یه فکری در مورد 6 و 8 میکنیم. چطور شماره 3 بازی؟ تو برو بیرون. نمیشه که بیای 8 رو بکوبی بعد بیای با 6 سایت ببندی، اصلا به عقل جور در نمیاد. تو برو بیرون شماره 6 بازی. 11 بازی منم شما رو سفت و سخت دارم. بریم سراغ رأی گیری. ببینید دوستان، اگه حق اطلاق من میدید، من نمیخوام بازیتون خراب شه. خب ولی اگه دوست داشتی منو گذاشتی، من مفید شهرتونم. مطمئن باش گردن میگیرم، روزای آینده گردن میگیرم اگه شعبده بازی نکنم. آقا ما روز اول ناگاهی ناگاهی گفتیم دوستان شیشه بازی رو نمیدونم بهش بگم کاوردلی، نمیدونم بهش بگم تارگتش بزن. من اینو گفتم شما کردینش یه کوه. چی بگم من الان بهش؟ نفر بعد. شرافتا شهر بازیم، مرد و مردونه شهر بازیم، اما شهر به درد نخور. شهر به درد نخور. من اگه به من رأی دادید که چرا رأی دادم، من به تارگتام رأی دادم، به 11 به 4 به تارگت های خودم رأی دادم. ولی من شهرم، اما شهر به درد نخور دیگه. حالا دوستان میگیرن داستان از چه قراره. اما شماره 8 شما مافیای 100% میخونی. شماره 8 شما هم مافیای 100% میخونه. حالا میخواد منو بدید بیرون، منو بدید بیرون. من که گفتم شرافتا شهر بازیم. این از من. به خواب نیمروزی میریم. ممنونم. از خواب نیمروزی برمیخیزیم. پنج، 4، 3، 2، 1 تاریک می شود. تیم مافیا بیدار. شلیک امشب. متشکرم. فرصت شور و مشورت کوتاه برای اعضای مافیا. تفنگدار بیدار شید. تفنگدار اسلحه‌تو به تفنگ مشقی یا متوجه شد. ممنون. اعلام متوجه شد. متشکرم. متوجه شد.
فرصت شور و مشورت برای یاران او شد. وای رفیق احتیاط کن، اینجا سایه ها نورو بردن، توی شبای مافیا بره ها گرگ و خوردن. خب ظاهرا در سیسیل بمبگذاری داریم. کشته های شب رو خدمتتون اعلام میکنم. رأی گیری میکنیم برای استعلام. خب این دهه بازی خدمت شما عزیزم، ماشین با شما بیدار شد. به این درست. خب اینجا چرا بم جلوی هفته؟ این از این. بعد 5 بازی 8 بلند شده، دقیقاً بخوای حساب کنی اطلاق کرده. بعد خودت بلند شدی میگی من شهر به درد نخورم، ولی این 800 مافیاه. من به خاطر همون رأیم خوابید زیر 5 بازی. دروغ رأیم خوابید زیر 5 بازی. حالا به تا صحبت‌ها رو بشنویم. متشکرم. نفر بعد. ببین من چالش رو گرفتم بگم که اصلاح نکنید چون شهرم از ابیلیتیش استفاده کرد. خب 5 بازی شما اگه کارت شهروند ساده رو بر نمی‌داشتی من بهت رأی نمیدادم. اوشن توی بازی از مامانم بیدار شده. 8 بازی تو چرا 3 تا رأی آوردی؟ احتمال میدم یار داشته باشی. 8 بازی بلند شده دیتا تو بیار ببینم، گفتی دیتا میدم. نفر بعد. نه دیگه 8 الان فقط در یه صورت مافیا میشه که مدعی اون نقش باشه بگه آره بگه آقا من اون نقشم. این در این صورت مافیا میشه. 8 بازی یه چیزی گفت آقا من با گردنگیری من شب کاری میکنم گردن میگیرم. تو دیگه همه میدونیم این نقشه. 8 کارم من رأی به 5 دادم. 5 صحبت 8 شنیده اینجوری بهش گفته حداقل یه آگز اینو باید میذاش. 5 بازی من رأی اون دادم بهش. 7 بازی هم شهره. 7 بازی هم دیروز نمیاد بگه آقا من محافظ برای 7 بازی میخوام. محافظ باشم براش بلند میشم. محافظ باشم برای 7 بازی بلند میشم. همچنان تارگتامو دارم آقا. 12 بازی شما هیچ برندی نری اینجا. نفر بعد. شما 6 بازی لینک دو آشان خاص امروز رفته بیرون. شما 9 بازی تنها کسی بودی گفتی از کجا میدونی شب 2 رو میبینه. 9 بازی میخونه مشکوکه بازی. این برای بازی 7 بازی بم جلوشه. من میذارم شهر بازی. شما 2 بازی چه خبر؟ خوبی؟ تو دیروز تارگت منو زدی، امروز دیگه من کاری نداری. 2 بازی. نفر بعد. خب مافیا با این بمبی که جلوی من گذاشت به ضرر خودش کار کرد. به نظرم امروز میتونست از این استفاده کنه منو بده بیرون. چالش میدم به دورترینتون، میدم دیگه 2 بازی. میگم دیگه اشتباه کرد، به ضرر خودش کار کرد. امروز هفته رو میتونستین مافیا کنین دوستان. هر شهر در اومد، 6 هم که من زدم شهر در اومد. این الان دیگه آجی 4 رو نمیشه دیگه، فقط باید به 4 تارگت بزنم. به نظرم شهرنمایی کرد، گفت بیدار شه مافیا. نفر بعد لطفا. این درس فکر کردم این هفته واقعا داره تبر میزنه داداش. نکنه خودت بمب گذاشتی جلوی خودت. من شهر دارم و تبر نزن. ولش کن 10 بازی از 8 بکش عقب. چرا تک داری براش چیز میکنی؟ ول کن. اینا شهرن، همه این بر شهرن. یک بازی تک تارگتی 2 رو زدم، یه دروغه. بعد بلند میشی سناریو شب تعریف میکنی. اینم یکی دیگه فکت داد. 2 تا فکت الان. متشکرم. نفر بعد. شماره 2 عزیز توضیح نده لطفا، توضیح نده برای شماره 12 عزیز. توضیح نده شماره 2. امشب آقا لایک و دیسلایک بدید. امشب به 2 رای میدید یا نه؟
امشب به 2 رای میدید یا نه؟ اگه شهر بازی هستی لایک و دیسلایکتون رو ببینم. 2 بازی میری بیرون تو. داداش تو میری بیرون امروز. دیسلایک نداریم. ببین شهرم باشی تبری، شهرم باشی داری هم میزنی تو. توضیح نمیخوام بشنوم. از خودت مثل مرد دفاع کن. توضیح نمیخواد بدی. متشکرم. از آقا شما اصطلاح منفی کیو داری رفتی سراغ دو؟ چون اصلا من و تابلو اصطلاح دو رو نداری. از صحبتات مشخص این شهرم باشی تبری فلان. میدونی چی میگم؟ نه تو که میگفتی 2 رو میدم بیرون که. نه باز تو لایک میدادی. آقا چین من به نظرم زدم 9 و 11 3 هر سه تاشون با هم مافیا. 9 و 11 3 هر سه تاشون با هم مافیا. نفر بعد. باریکلا شماره 12 که مافیا رو کشید بیرون. 8 بازی تو اگر شهر بودی با هم گفتی 8 بازی تو با کارت 2 بازی رو گردن میگیری. 2 بازی بلند میشه 8 شهر میخونه، 4 شهر میخونه، 7 شهر میخونه. از تو چون من در میاره اینا رو شهر میخونه. شماره 12 بازی، شماره 3 بازی چرا در موردش بازی حرف نمیزنه؟ می 3 بازی نگو به گردنگیری من 6 بازی بره بیرون. می گردن نگرفت 2 بازی. گفتم بین سردستا 2، گفتم پس فردا امروز ساید من. متشکرم. 9 بازی دنبال چی؟ من احساس کنم یار 12 بازیه. کسی که جنگ بینشون بود من و 6 بودیم. 3 بازی من یه چیزی باز خودش گفت خواست بگه آقا منم تو بازی هستم. این از 3 بار. 12 بازی من امروز تک تارگتی رو شما ولی تارگت نمیزنی به من. چه جوریه؟ نمیدونم. کارت منو دیدی میدونی؟ ولی من تک تارگتی هنوزم شما اما. نفر بعد. 12 بازی احساس خطر کردی اومدی از روی 2 هم زدی؟ احساس خطر کردی 12 بازی. شما اینجا مافیا میکنید. بفرما 9 بازی 3 بازی شما خب 12 بازی من تک تارگتی دارم. بعد از این طرف 1 بازی من بلند شدم گفتم اجماع اوشنیم، تو میگی 10 اینجا مافیا میکنه. 1 بازی ندارد بازیه. خب من گفتم اجماع اوشنم توی بازی است. 1 بازی شما 100 مشکوک. فعلا با 11 و 9 و 4 بازی میشه. بچرخ. متشکرم. نفر بعد. شماره 12 اصلا گیرم 8 بازی کارگاه. برای چی میای شوش میکنی؟ برای چی میگی استعلام منفی گرفتی ریختی رو 2 بازی؟ 3 بازی فرار از مایک داشته، 4 بازی تام داری هم میزنی. 2 بازی چون هم گروهیت نمیخوای بهش بازی کنی. 2 بازی 3 بازی امروز قطعا یکی در میاد توش. 12 بازی 11 بازی برای من نفر بعد لطفا. ببین الان اینجا بازی من فقط یه چیز اذیت هم میکنه دیگه. 2 4 دارن لابی میکنن قشنگ. بین شما یه دونه مافیا کمش، دوتاتون میتونید مافیا باشید. ولی کمش یه دونه هستش. چون فکت مافیایی دارم دوتا. از اون طرف هم ببین اگه شما دوتا نباشید 12. ولی اینجای بازی وقتی 12 مثلا میاد 2 رو سفید میکنه به 4 میزنه، اون طرف 4 با 2 بازی میکنه به 12 میزنه. من اینو نمیفهمم. یه دونه حالا گان دارم نمیدونم مشی جنگی، ولی 2 بازی دوست دارم از شما لابی یه دونه رو بزنم که مافیا دارم دوتاتونم ببینم چی در میاد واسه خودم دیگه. منم حالا فردا بیشتر توضیح. نفر بعد لطفا. این نظرتونه 2 3 رو بیاریم دفاعیه؟ من که میدونم 2 مافیاست، ولی 2 3 رو میاریم دفاعیه ببینیم آقا صحبتشون چیه. ببینم وقتی میترسن چه جوری میخواد صحبت کنن دیگه. نهایتش میکشه اطلاق کنی شماره 2 بازی. نهایتش همینه. نفر بعد. روز با فکت درست بلند شدم گفتم بین 9 و 8 ساید 8 احتمالاً شهروند واسه 9 مافیاست. فکت درست گفتم بین 9 و 8 ساید هست. درسته یا نه؟ از 3 بلند شده اومده 8 رو گردن گرفت، 8 رو کوبیده، 6 رو هم زد، جفتشون شهروند خوندن. ولی 3 مافیا نیست. 9 بازی مثلا من و 3 مافیا هم دیگه. 3 رو میکنه امروز بیرون. 9 بازی آفرین. خودش داره میگه اصلا تو داری فکر میکنی چه فکتی واسه من بسازی. بچه‌ها اگه 9 و 11 و 3 معاف نباشن یعنی اوشن اشتباه بیدار کرده. اینطوری بکنه برای من مو نمیزنه اصلا امکان نداره اشتباه باشه.
نفر بعد. خب دوستان، من دیروز یه یادآوری بکنم که 2 بازی چیکار کرد. من 8 رو چالش گرفتم، نمیدونم چی بود، 8 رو کوبیدم، گفتم 8 بازی اینجوری اونجوری فلان. 2 بازی اومد گفت آفرین 7 بازی. 6 هم 2 بازی با من موافق بود آجی. 2 به نظرم بیشتر از نفر بعد لطفا. شما در بازی چطوره؟ تو میگه اوشن با من بیدار شده دیگه، لینک تو شما هم میشینه، یه سیو دکتر میشینه رو تو شما در ببینیم فردا اوشن با تو بیدار شده یا نه. من که کسی حس نکردم که با تو بیدار شده باشه اینجا بازی بخواد تو حمایت کنه. همه دارن تو رو میذارن شما در. من خودت تو رو گردن میگیرم، من این که لینک دو با هم بیدار شه ببینم واقعا راست گفتی یا نه. این از تو. شما 2 بازی 8 بازی من تو رو گردن گیره، 12 اومد سریع هم زد. یه موزت اینجا به نشون بده که شما 12 چه نسبتی اینجا با تو داره. یارت لابی کرده چیز سریع اومد هم زد از شما 2 بازی. تو اگه میذاشی حق اطلاق بهت میداد که هم نمیخواد رو تو. شلیک اتفاق افتاد و شما به اتاق مردگان میرید. متشکرم. 2 بازی حالا پاشو با 4 بازیکن شهر رو بگاه بده ببینم میتونی. تو که مافیا بودی 2 بازی استعلام میخوایم بگیریم دیگه. از اون طرف اینجای بازی الان 12 هم میدیم، این 2 تا مگه نبودید؟ دوباره رفته بیرون 12 میره، یه مافیا نه 2 تا مافیا احتمالاً میخونه، ولی یه دونه مافیا هم داریم. اگه 2 نباشه 12. اینجوری بهتون بگم. فردای بازی اگه نبود همه شهر بودن منو میدید بیرون، درسته؟ تموم شد. ماسک ها به صورت. به خواب نیمروزی زود هنگام میریم. بریم سراغ رای گیری. داداش با احترام من ببینم تو اون بازیتون که شما اینطوری بازی یاد گرفتید. داداش وقتی من دیسم میام داشت چالش باید اول بدید به من، شاید حرفی واسه گفتن داشته باشم. به من چالش همشون هم سه کیره خره 3 9 12 بلند میشه، من 9 با 2 دارم جنگ میکنم، 12 بلند میشه 3 و 9 میذاره تو یه باز. فکر سراغ 9 3 دیسکانه که قرار از مایک داشت 3 کیره خره. آقا اگه رای میکشی زیر 3 بازی خروج پیدا میکنه، فردا شهر موظفه رد خونه من دنبال کنه 9 بازی رو میدید بیرون. امروز رای میکشید من میرم بیرون، فردا 9 بازی رو. ممنونم. شهروندی خودم این 3 و 9 رو باکس کردم، 3 و 9 دارم به هم دیگه تارگت میزنن، رای میدم به هم. این فکت شهروندی من. فکت شهروندی 2 4 و 6 مگه 6 که شهروندم، 4 مگه شهروند. این 2 بلند شد روی سالگان شهروندتونم بذارید بمونه آدم نجات بدم منو بدید بیرون، به احتمال زیاد با این مشکل.
رفقا ماسک ها به چهره، به خواب نیمروزی میریم. متشکرم. ماسک ها رو بردارید. از خواب نیمروزی زود هنگام بیدار بشید. 5 4 3 2 1 در سیسیل تاریکی حکم فرماست. اولین شب زوج، اولین شبیه که به سراغ زودیاک هم خواهیم رفت. اعضای مافیا بیدار شد. شات امشب رو لطفاً به من اعلام کنید. متشکرم. فرصت شور و مشورت کوتاه برای اعضای مافیا. تفنگدار بیدار شد. یاران اوشن بیدار. فرصت شور و مشورت. I cannot give you back your homes or restore your dead to life, but perhaps I can give you justice in the name of our king. یاران اوشن بخواب. با اعلام من روز میشن. 3 2 1 همه بیدار. کشته های شب رو خدمتتون اعلام میکنم. وضع شهر خیلی خرابه. مرسی که اول صحبت رو دادی به من. آقا نوع بازی بیرون. نوع بازی امروز بیرونه داداش. چه قشنگ کشیدمت بیرون تو رو. شماره 3 بازی فعلا شرمنده. کاور من شماره 3 بازیه. رد خون گفت 9 دارم. نوع بازی قطع میشینه مافیا. نوع بازی تو خدافزی میکنیم باد. اجماع شهر نوع بازی خدافز. بای بای. ممنونم. بازی می نگفتی دو بازی می 12 بازی بلند نشد گفت تو استعلام منفی گرفتی. من اطلاق کنم تشریف میبری بیرون. شهروند سادم نیستم، دکتر بازی هستم. سیو من رو 10 بازی بوده. 8 بازی اطلاق کردم می ادعات نمیشه. 8 3 آقا من اطلاق کردم. من میدید بیرون، استعلامم دیگه ندارید. اینجای بازی بلند میشی میگی من کارگاه دور دادی بیرون، شات 11 نشست اون 2 12 بلند شد یخت گره به 3 بازی کار نه. آقا دکتر بازی هستم، 10 بازی رو دیشب بستم. شماره 10 بازی یا اجماع و شنید انجام شد. 10 بازی اجماع. متشکرم. نفر بعد. ما را اشتباهی طرف اطلاق دکتر بازی. کسی هست که فوت دکتری اینو بلند کرده باشه؟ دوستان طرف اطلاق دکتر با دوباره یه دستی داری اشتباهی نمیخونه اینجا بازی دیگه. شماره 9 اطلاق دکتر بازی هم کسی هم نیست دیگه من دکتر بازی اینقدر دلتایی بلند کرده. متشکرم. نوع بازی اجماع اوشنی هستش. خب اینو از الان بهت بگم. 8 بازی 2 رو 11 به فکت تو زد بیرون. اون شهر تو رو واگذار میکنم به 11 بازی. 4 بازی تو به شیشه گفتی جرأت داری منو شب بزن. خب کت زودیاکی بلند کرد. 4 بازی سوختی زودیاکمون بیرون. 1 3 ببخشید 4 8 1 اینا به نظر من مافیا. خب
من امروز میخوام اجماع کنم روی 8 بازی. ریسک میکنم روی 8 بازی. نفر 8 بعد بازی خوشگل دفاع کن. داشت وقتی سردست شدم دارم نو گردن میگیرم یعنی چی؟ میخوای اطلاق کنی؟ اطلاق نش گزارش رو پایین اطلاق بنویس کاراگاه گوزو یارشی میخوای سفیدش کنی؟ آقا نو بیرونه شهرونده عزیز، نو بیرونه امروز. اگه مافیایی رای نده به نو تموم شد. نفر بعد لطفا. آخه تو دیروز دورم داشتی گردن میگرفتیه. 8 بازی دو چی شد؟ چرا راجع به دو حرف نمیزنی؟ بگی 11 بازی تو چرا پلش بودی دو رو زدی؟ مثلا یه توف به من نمیندازی. پس تو چرا یار دیگه الان 9 3 تا مافیا مگه تو بازی نیست؟ 8 بازی دو تا دیگه کیه؟ 10 منم 1 3 کیه 8 بازی؟ 8 بازی رو میدیم بیرون. ببین 9 بازی تو 1% اگه دکترم باشی اینم بگم یار روشنیش منم 10 بازی 9 بازی. خب اگه تو 1% بخواد دکتر باشی اینجا یارش میکنه 3 و 4 و 1. اینا رو باید مشکوک داشته باشیم. ولی نفر بعد. 8 بازی تو اگه کارگاه بودی دیشب محافظ بازی نباس میرفت بیرون. محافظ بازی رو ناتویی کردن، تو باید ناتویی میشدی. چرا تو ناتویی نشدی؟ چرا 3 بازی پشت دست و بازه، 4 بازی پشت دست و باز میکنه؟ نظر رو 3 بازی نداری؟ نظر رو 3 بازی نداری؟ من دکتر بازی هستم، توف تو ذاتشم که کسی 3 بازی کس ننه آدم دروغو اگه تو دکتر. متشکرم. سردست بلند شد نوها رو میزنی سر رو سفید میکنی. تو چجوری همزمان نوها رو میزنی سر رو سفید میکنی؟ دیروز هم یه دونه شهر دادی بینی بلا شماره 2 بود. طرف بلند شد اطلاق کرد دکتر بازی هم. الان اینجا بازی تو چیکاره بودی؟ حداقل یه شعبده نمیشست رو تو اگه کارگاه بودی. غیر از اینه اصلا بگیم ناتوی شعبده هم نشدی، سری اومدی استعلام گرفتی طرف کشیدی. ما کسخلیم دیگه. درسته آخر بازی تو چت بخند یه اون کسخل گیر آوردم کردم درش. متشکرم. نفر بعد. آقا یه چالش بید من کیر کنم تا اول آخر این شماره 9 بازی. مادر جنده تو دکتری کیرم تا اول آخرت. کیرم تو انو کست ننه کد دوزت کیرم تا اول آخرت. بیناموس از اونجا تا اینجا یه دون چالش به من نداد من فوش خارناموس بکشم به این مادر زنده. به اولای علی با نو ندید بیرون به مولا قسم میرم پشت دست مافیا کیر میکنم تو شهر بازی. شنفتی 9 بازی باید بره بیرون. ممنونم. اگه بر فکت رأیگیری هم باشه من الان رو شهر بازی این تا اینجای بازی دوره بازی کسکش مادر بلند شده به منم با خودم دکتر رو از اون هر بلند شده گفته دکتر از اونجا دیسلایک میدم چالش میدم یکی بلند نمیشه به من چالش بده. این شاید این کسکش هم یه حرفی داره. شیرم ناموسه شماره 9 بازی به قرآن 9 ندید بیرون داداش. من میرم پشت دست مافیا بازی میکنم کیر میکنم دهنم شهر. همینطوری رک دارم بهتون میگم. یا باید منو بدید بیرون فردا 9 بدید بیرون یا 9 میدید بیرون یا بعدش منو میدید بیرون. تموم شد و رفت. من از روز ناگاهی دارم با نوت جنگ میکنم یکی تو به من نمیگه ندارد بازیه. نفر بعد لطفا. 9 بازی خودتو سیو دادی. 9 بازی 9 بازی امشب خودتو سیو بده. خب 4 اینجا کت زودی یکی بلند کرده 4 8 رو میاریم بالا. خب 4 8 آقا گفتی 6 بازی تو جرأت داری منو شب بزن. الان زودی یک بیرونه. 4 بازی الان زودی یک بیرونه. 11 یا روشنیمه. ممنونم. نفر بعد. بابا عجب خری هستی شما رو 10 بازی دهن آدم باز میکنه. این چه ربطی داره این دیالوگ من چه ربطی به زودیاکی داره؟ میگم تو وجود داری شب منو بزن. ببین شب من تو رو میزنم یا نمیزنم فهمیدی یا چی شد یا بعدم الان نمیخوای بفهمی. 3 بازی الان میگی نه سیوشو گفت شما چرا سیوتون نگفت؟ 3 بازی چرا سیوتون نگفتی رو کی سیو کردی؟ بالاخره یکی دیگه این همه 6 تا شهر نشستیم تو بازی شما باید یکی سیو کرده باشی باید بخونی قطعی شهر بازی. درسته 3 بازی من نمیدونم بین 9 3 کت بلند شده یکی مافیا یکی شهر نشسته دیگه تمام شده رفت بازی. از این بازی 10 بازی کلاپس نکن اینجای بازی ها. الان نمیخوام ببازم.
گمنرف میزنی دکتر بهرام 4 بازی. خب تو هم مافیایی دیگه، 3 تا مافیا تو بازی داریم. الان یه دونه یارتو مثلا انداختی لاپا، فکر کردی مثلا شهر میشی. نداداش گلم، فقط اینجا من و 10 شهریم. الان 9 بازی هم میگی دکتری، فکتا رو ولی درست میاری، ولی یارت 3 بازی 4 بازی، اون یکی حالا 8 دیگه که دیگه دست و پا چرا میزنی؟ بریم سراغ رأی گیری. یاز عزیز ما 2 رو دادیم بیرون. شرمنده داداش، شرمنده. خوبه گو خور. از این قشنگتر دیگه بگم، بهتر از این بگم دیگه برات؟ آقا من کاراگاهم، اطلاق نقش بزنید یه سال اکانتمون بند شه بره پیکارش. نوع استعلام گرفتم مثبت در اومده، 12 رو گرفتم منفی در اومده. خب چرا نمیفهمین شما حیوونی؟ آقا نوع بازی مافیایی بازیه، یکم یارشه. اگه قشنگتر دیگه برات بگم، آقا نوع بازی مافیای بازیه، مثبت در اومده. نفر بعد. خب بازی کیر تو کس ننت، کیر تو کس خارت، کیر تو کس ننو خارت، کس کشتا دکتری، کیرم تو اول آخرت، کیرم تو ناموستا، کیرم تو کیرخارت، کس کش ننه جنده. من شماره میدم کیر تو کس ننش ایتو دکتری، کیر تو کس اول آخر ایتو دکتری، کیر تو کس جد آباد ایتو دکتری. لاش حرومزاده سیبت کی بود؟ کیرم تو کس خار مادره. تو برای 4 که یارت بود بلند شدی روز اول چور خود از کس ننت جراندی. کیرم تو ناموست، کیرم تو اول آخرت، کیرم تو کیرخارت، کیرم تو ننت که پسونش گذاشت تو کس ننت. ممنونم. میدونی اشتباه از زنه داداش، ماهیش تو رو میخواستم بریزم تو کس ننت، ریختم رو فرش، بعد با قاشق جمع کردم ریختم تو کس ننت. کیرم تو کس ناموسه، کیرم تو مادر جنت. کونی شماره رو بزن 0922 251 0864. مادر تو میگم زنگ بزن بیا فلان ببین ننه تو میگم یا نه خار کس مادر جنده. تو تخمشو داری فقط از پشت گوشی لاتی. کیرم تو لات مجازید، مادر تو گاییدم. به گرم به 9 رای ندی کیر میکنم تو شهر. اگه من شب ندم باز کیر میکنم تو شهر. همینو گفتم بدونی. وارد خواب نیمروزی میشیم. متشکرم. متوجه شدم. از خواب نیمروزی برمیخیزیم. با شمارش من 3 2 1 شب می شود. تیم مافیا همزمان بیدار شد. 3 2 1. شات امشب رو لطفاً به من اعلام کن. ممنونم. مشورت کوتاه اعضای مافیا. تفنگدار بیدار شد.
شور و مشورت. یاران اوشن بخواب 3